سلام دوستان، وقتتون بخیر. گرادیاتور هستم از تیم سیف شادو. قسمت دوم از دوره جادو کرک. امروز میخوایم مبحث کرک سرور مجازی یا همون کرک رو باهاتون کار بکنیم با 2 تا نسخه مختلف از این برنامه و نکات و چجوری بتونیم ترد پیدا بکنیم. ببینیم رو سرورمون باید چند تا انل بروت باز بکنیم، با چه تردی، تنظیمات برنامه چی هست و هر بخش از برنامه رو به صورت جداگانه بتونیم. خب ببین، این سرور منه، خیلی کمتر پیش میاد 1/1,000,000 یه سرور با همچین مشخصاتی بتونه ترید 2000 رو جواب بده. سرور اسکم بود، من همینجوری موقعیت فکر کردم دیدم همچین قابلیت هایی داره. خب 2 تا نسخه از این برنامه رو داریم. یه نسخه A هستش که نیاز به فعال سازی نداره، ولی خب تنها مشکلی که این نسخه داره اینه که در 1000 بیشتر نمیده، یعنی قدرت کار کردن برنامه بیشتر از 1000 بود. حالا به غیر از اون یه مشکل دیگه ای که داره اینه که داخل تسک منیجر دقیقاً عکسش همینه، همین شکلی هست. یوزر دیگه ای رو نگاه میکنیم دارن رو سرور من کار کرک انجام، سرور رو چنج میکنه یا حتی ممکنه خاموشش کنه. یکی از باگ های این برنامه است. خب ما برای اینکه این باگ نداشته باشیم داخل برنامه از نسخه کروم ورژن استفاده میکنیم. این نسخه نیاز به فعال سازی داره، کیگن داره. حالا من از قبل کیگن رو وارد کردم، الانم بهتون میگم چجوری باید کیگن بزنیم. این فایل پاک، این انل بروت وقتی وا میکنی به این شکله. این کدی که این بالا هست رو دابل کلیک میکنیم، کپی میکنیم، فایل کیگن یا همون کیجن، کی جنریتور مخفف با میانش ما میگیم کیگن. با راست کلیک کردن داخل این سی ام دی پیستش میکنیم، اینتر رو که بزنیم خودش داره میگه که کی شما به صورت یک فایل تکست به اسم k.txt ساخته شده. این رو وا میکنیم، کنترل C، داخل این کادر پایین پیست و اکتیو رو میزنیم. میگه که اکتیو شد، یه بار دیگه برنامه رو اجرا بکن. حالا که باز میکنی برنامه اکتیو. 3 تا قسمت داره برنامه: ورک فایل، ستینگ و بروت. داخل ورک فایل بخشیه که ما فایل هامون رو بهش وارد، تو قسمت سرورز آی پی هایی که داریم رو وارد میکنیم. حالا این آی پی بوده که قبلی این رو اسکن کردیم با هم دیگه و من نمیخوام حجم ریمینینگ خیلی بالا و هم یادتون باشه حتما جنریت رو بزنید. جنریت رو وقتی میزنید میاد این 3 تا فایل رو با هم دیگه میکس میکنه. لاکو داخل کردیشنال مثلا من یه پسورد دارم، 10 تا دیگه هم داخلش پسورده، میاد اونو میکس میکنه با یوزری که دادی. یعنی یوزر ما الان ادمینه، پسوردی هم ادمینه. برای اینکه بهتر متوجه بشید یه کپی از این میگیرم، ادمین 1، ادمین 2، ادمین 3، ادمین 1 2 3. فکر کنید این پسورد لیست من هستش، به برنامه میدم. حالا نگاه، حجم ریمینینگ ما بیشتر شد. چرا؟ چون اومد فایل ها رو با هم دیگه میکس کرد. نگاه الان ما یه دونه یوزر ادمین داریم، این یوزر ادمین یه بار با پسورد ادمین، یه بار با پسورد ادمین 1 تا ادمین 1 2 3 یه بار با هم دیگه میکس شده و داخل این آی پی ها چک میشه. یعنی چه جوری داره برنامه یه بار این رو میزنه، هیچ جواب نداره، پسورد باز اگر دید یوزر رو پسورد میره خط زد. حالا مثلا ما چند تا ممکنه یوزر داشته باشیم، مثلا ادمین و ادمنستریتور داریم. اینجا رو
یه بار دیگه بهش فایل رو میدم، نگاه بیشتر شد، حجم پردیشنالز ما بیشتر شد، میاد این خط رو یه بار بکنم میاد با خط بعد. انقدر این کار رو میکنه روی این آی پی که تا به انتهای کرکشن اگه دید جواب نمیده میره خط بعدی آی پی بعدی رو برمیداره، همین اینا رو چک میکنه تا جواب. اگر جواب گرفت داخل فایل، داخل فولدر میاد یه فایل تکست میسازه به اسم گود، یعنی سروری که اون آی پی و یوزر پسوردی که چک کرده سالم بوده، سرور روش بوده، اون آی پی یوزر و پسوردش این بوده، مثلا میاد داخل فایل گود رو ما نشونش میده. این از این بخش ورک فایل تموم. میریم بخش ستینگ. مکس تمپ همیشه 1 باشه. مثلا بین 15 تا 20 مثلا قرار میدم، حالا برای کرشگیری میذارم 99 ولی معمولا 15 تا 20. بخش اصلی ما ترده. ما میایم چجوری بفهمیم سرورمون چه تردی میتونیم استفاده بکنیم. حالا یه روش قدیمی هست، میگن که مثلا سرور اگه یک هسته بود یه دونه ورود با ترد 100 باز کن، اگر دو هسته بود یه دونه با کن، 4 هسته بود بیا مثلا 2 تا با ترد 300 باز کن روش. ولی خب ممکنه سرورتون سرور خوبی باشه، مخصوص کرک باشه، نگاه کن یه سرور 2 هسته است، اونم ویژوال پروسس اصلا کور واقعی نیست، مجازیه با رم 4. ولی خب من میام همون شما فکر کنید من از 100 شروع کردم دونه دونه تست گرفتم تا رسیدم به 1000 رو میذارم. ببین داخل این نسخه از انلبروت میبینی کروم نشون میده، اصلا نام انلبروت نیست که کسی بفهمه تشخیصش بده که آقا داری رو سرور کرک میکنه. استارت رو میزنم، میام این قسمت 25 الی 35%، میگم که خب هنوز جا داره بیشتر از این ترد روش بذارم. استاپ رو میزنم، وای میستم تا اکتیو ترد ما برسه به 0 و این دکمه استارت که الان غیر فعال بشه، یعنی اینکه کامل دیگه ترک ما تموم شده، استاپ خورد. وای میسیم تا استاپ بخوره، میایم این قسمت مثلا من ببینم 25%، میگم خب 2000 هم میتونم روش بزنم. 2000 رو میزنم، نگاه میکنم یه چند ثانیه زمان میدم به سرور که BPSش تقریبا یه حد حساب ثابتی برسه. نگاه میکنم آقا 40% میانگین 40%، پس میتونم روی یک سرور 2 هسته 2 تا انلبروت با ترد 2000 باز بکنم که با هم دیگه تازه میرسونه مصرف سی پی رو به 80%. مصرف سی پی فقط انلبروت رو الان تا اینجا زده 40%. و اینم خودش 1-2% مصرف سی پی یو داره. من میتونم مثلا بیام خیلی بهینه اگه بخوام کار بکنم 2 تا انلبروت با ترد 1500 میذارم، نگاه یه پی پی اس خیلی خوبی هم داره میده برای این مشخص سرور. پی پی اسش هم خیلی خوبه، ریمینینگش هم که کمه چون تعداد چیزایی که بهش وارد کردم خیلی کم. حالا پی پی اس چیه؟ ما 2 تا پی پی اس داریم، یه کارنت پی پی اس، یه اوریج پی پی اس. اوریج میشه تقریبا میانگین پی پی اس ما. کارنت پی پی اس لحظه‌ایه، یعنی الان داره 642 تا از اون خطای آی پی مون رو چک میکنه. اینم که میانگینشه. PPS پسورد پر سکند، یعنی میاد پسوردها رو در ثانیه تست میکنه روی برنامه. الان هم که نگاه کنید اکتیو ترید ما شروع کرده به 0. یعنی ریمینینگ ما تمام شد، حجم حالا آی پی یوزر پسوردمون کم بوده و کرک ما تمام شد، چیز زیادی ازش نمونده بود. ما حالا میایم یه بار دیگه مثلا این پارت رو بهش میدیم. استارت رو میزنم. خب وقتی که
VPS ما از سرور ما بزنه بالاتر، یعنی چی؟ یعنی سرور ما داره رد میده، سرور ما مناسب کرک نیست. این یکی از راههای فهمیدن سرور ما رد میده یا نه. راه بعدی اینه که چند دقیقه کرک میکنه، مثلا یه دقیقه دو دقیقه کرک میکنه، بعد یهو اکتیو ترت صفر میشه، بعد ریمینینگ هنوز مونده. اون قبلیه رو دیدید؟ ریمینینگ زیر 1000 رسید، 500 خورده دیگه آخرش تموم شد، استوب برد کرکمون. ولی وقتی سرور رد بده هنوز کرک تموم نشده، هنوز ریمینینگ ما هست، ولی شروع میکنه به صفر شدن ترت میکنه و بعد چند ثانیه کرک ما کلا استوب میخوره، نمیذاره دیگه کرک بکنیم. یعنی چی؟ یعنی سرور ما داره رد و مناسب کرک نیستش به هیچ وجه. حالا آی پی آر هم بهتون گفتم چه دست میاد. یوزرمون پیشفرض معمولا ادمین و ادمینستریتور حالا یک سری کشور میکنه، مثلا کشورهای اسپانیایی زبان ادمینستراتور و ادمینستراتور استفاده میکنن، یوزر اصلیشونه. مثلا کشوری مثل اسلام یوزر اصلیش یه چیز دیگه است. من حالا داخل یه فایل تکست براتون قرار دادم کل یوزرها رو، ولی خب پیشفرض این دوتا تو 99% کشورها هست. مثلا یه بخشی از آی پی های روسیه یوزر اصلیشون فقط ادمینه، ادمینستریتور داخل کل سرور بس، فقط یوزر ادمین داخل سرور، یوزر اصلی. نه حالا تا آخره که بیشتر میرسه. دوستان این بود از بخش مقدماتی کرک در قسمت قبلی استفاده. نکاتش رو گفتم، چجوری سرعت اسکنتون میره بالاتر. داخل این بخش از دوره هم مقدماتی کرک رو بهتون یاد دادم. حالا هرچی جلوتر به دوره برنامه‌های پرایوت تر و پیشرفته تر میتونید پرایوت و داخل همین دوره که رایگان قرار داده شده تا حدودی هم پسورد نویسی بهتون یاد میدم، چون ما آی پی رو میدونیم از کجا گیر بیاریم، یوزرامون هم فهمیدیم چی به چیه، پسورد پیدا بکنیم، کلی باید خودمون بنویسیم. متد زنی داره، متد یابی داره، روش‌های مختلف. قسمت‌های بعدی دوره بهتون کامل توضیح میدم و یه دوره‌ای هم بعد از این قرار دادم به عنوان دوره پسورد، چون دیگه شاید خیلی حرفه‌ای و قوی پسورد نویسی رو بهتون یاد خواهم داد. ممنون از وقتی که در اختیار ما قرار دادید. بخیر.